کوکمون دو سول ره هست. سیم اول برابر با بی بمول در تیون رکوب شده. در این درس سی بمول، میکرون و فا دیز داریم. سول سولف دوم رسوا قرار گرفت. سول اشاره به لا میکنه. سولف سول فال فال میس میس رف ره راست چپ راست چپ راست چپ راست میف می با فا با ریز میره. سول سکوت تکرار میشه. سول سولف سول 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 فاس فاس میز میز رف ره میف سول سکوت. سولف دوم میاد لا لاس لا سول لاس لا سول سول راست چپ راست راست نه اشاره دارن. دوم میاد رو سول 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 فال فال میس می راست چپ راست چپ راست راست. فنگوشت اول فاس سکوت فا سول سول اشاره به لا میکنه. سول سول فاس فاس میس میس رف راست چپ راست چپ راست چپ راست میف سول سکوت. دو انگشت سوم دو سیل. دو انگشت دوم میاد دو سی دور دور سیر سید راست چپ راست راست ریز اشاره به دو. دوم میاد رو سی سید سی لالا سلام سکوت سی لا سی انگشت دوم سی لا سید سی لالاس راست چپ راست راست ریز. دوم روی لا لاس لا سول سول راست چپ راست راست ریز اشاره به فا سول سکوت. سول 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 فا فاس می می ره میف سول سکوت. دوباره از سول سول مثل گذشته از لا انگشت دوم لاس لا سول لاس لاس سول راست چپ راست راست. دوم رو سول 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 فا فا می می همراه با اشاره فاس سکوت فا سول سول فا لا سول لا رو میزنیم سول ریز میدیم اشاره میدیم به فا. همین کار برای سول انگشت سوم سول سول می کمان میخوره. بعد دوباره از سول ابتدای قطع انگار تکرار میکنیم تا همینجا. ای پادشه زین فکرت